گودبریج بلد نیستی؟ مثل اون زامبیای اون پشت. مشکلی نداریم ما اینجا، فقط کافیه برگردی بری توی چنلم، یه دونه بزنی روی پروفایلم، بغلش هم سابسکرایب پس اونم بزنی، اون لایک اون طرفم بزنی، اون طرفو ها جاش تغییر کرده اومده سمت چپ، اونم بزنی، کامنت هم بذاری، بعدش بری توی چنل من، بعدش هم این ویدیو آموزش دادم ببینیش، همینو بس. اگه این کارو نمی‌کردی مشکل نیست، دوباره میتونی بری ببینی. تازه رفتم توی مچ بدوارد تستش کردم، پس چرا نری ببینی که این واسه من سواله. تو میتونی مثل من اینطوری گودبریج بزنی، میتونی انقدر راحت بریج بزنی، بعد زورت میاد 2 دقیقه بزنی روی پروفایل من بری اون ویدیو رو ببینی. توی 20 دقیقه آموزشش دادم، خودم یه سال سرش زحمت کشیدم، ما اینجا این زحمت نشی، برو ببینیش دیگه. گودبریج بلد نیستی؟ مثل اون زامبیای اون پشت. مشکلی نداریم ما اینجا، فقط کافیه برگردی بری توی چنلم، یه دونه بزنی روی پروفایلم، بغلش هم سابسکرایب پس اونم بزنی، اون لایک اون طرفم بزنی، اون طرفو ها جاش تغییر کرده اومده سمت چپ، اونم بزنی، کامنت هم بذاری، بعدش بری توی چنل من، بعدش هم این ویدیو آموزش دادم ببینیش، همینو بس. اگه این کارو نمی‌کردی مشکل نیست، دوباره میتونی بری ببینی. تازه رفتم توی مچ بدوارد تستش کردم، پس چرا نری ببینی که این واسه من سواله. تو میتونی مثل من اینطوری گودبریج بزنی، میتونی انقدر راحت بریج بزنی، بعد زورت میاد 2 دقیقه بزنی روی پروفایل من بری اون ویدیو رو ببینی. توی 20 دقیقه آموزشش دادم، خودم یه سال سرش زحمت کشیدم، ما اینجا این زحمت نشی، برو ببینیش دیگه.